سلام خدمت دوستان عزیز. آموزش کار کردن با ربات پی وی سندر یا ارسال تبلیغات به پی وی تلگرام با شما دوستان هستیم. خب وقتی که رباتتون نصب شد شما باید ربات استارت بزنید و با همچین منوی مدیریتی حالا طرف هستید. قبل از اینکه کاری بکنید میایید پایین یه دکمه هست به اسم تنظیم کانال گزارشات یا کانال کش، روش کلیک میکنید. اینجا تمامی توضیحات داده که آقا شما باید یه دونه کانال بسازید، حتما کانال عمومی باشه و یه دونه پیام توی کانال بذارید و فوروارد بکنید داخل ربات. خب ما مییم بسازیم. اول مییم یوزرنیم ربات کپی میکنیم که تو حافظه کپیمون باشه. بعد مییم از این سه خط و قسمت نیو چنل یا ساخت کانال جدید یه دونه کانال، مثلا الان من تست میزنم اسمشو و کریتش میکنم و حالا لینک عمومی هم بخواد بهش میدم، تفاوت نداره لینکش چی باشه و دکمه سیو رو میزنم. خب اینجا که کانالمون ساخته شد میایم داخل منوی کانال توی 3 نقطه و توی حالا بخش تنظیمات چنل و قسمت ادمین ها آیدی ادمین رو میزنیم و آیدی سندر خودمون رو اینجا میزنیم و روش کلیک میکنیم. وقتی که آورد بالا یا مطمئن میخواید ادمین بشه میگیم بله و تمامی تیک‌ها رو فعال میکنیم و یه دکمه سیو میزنیم. خب کارمون تا اینجا تموم شد. میایم داخل کانال یه پیام تست مثلا میفرستیم و این پیامو واسه رباتمون ارسال میکنیم یا همون فوروارد میکنیم و میایم توی ربات خود سندر، مثلا اینکه حالا فوروارد نشده من میام مجدد اینو فوروارد میکنم. خب ارسال شد. خب تا اینجا که میبینید کانال کش با موفقیت تنظیم شد. واسه ادامه کار میریم بخش پایینتر ربات یه دکمه است به اسم تنظیمات پیشرفته. خب این تنظیمات پیشرفته که بالا اومد واسهتون، این سری تنظیمات رو به خواست خودتون باید تنظیم بکنید. ببینید گزینه اول میگه که آقا در هر API ID و هر API هش چند تا اکانت ثبت بشود. خب من چی از ربات استفاده میکنم؟ به صورت مثلا حالا معمولی گذاشتم 1000، ولی شما نباید بذارید 1000. مثلا حالا تعداد 3 باید 3 الی 5 مثلا باید تنظیم بکنید و باز می داخل خود تنظیمات منوی پیشرفته میگه که آقا در هر ارسال از هر اکانت چند تا ارسال داشته باشه، هر اکانت در هر ارسال چند تا ارسال داشته باشه. به صورت دیفالت هر اکانت بین 10 الی 45 تا ارسال میکنه و این عدد شما چه بالاتر بذارید عمل نمیکنه ولی پایینتر بذارید عمل میکنه. یعنی شما بیشتر 45 تا بذارید ربات همون 45 تا رو میزنه. متوجهید؟ و دقیق هم نیست که حتما 45 تا میزنه، بستگی به محدودیت تلگرام داره. ولی به چیزی که گفتن و چیزی که ما داریم میبینیم بین 10 الی 45 تا دونه هر یک دونه اکانت ارسال به پیویشو انجام میده. پس اینم کلیک بکنید روش و بذارید 45 50 چقدر که دل خودتون میخواد و استفادهش به صورت شخصیه. حالا به بحث دوم، استفاده هر اکانت در هر چند ساعت. ببینید این واسه استراحت اکانت ها هستش. وقتی که اکانت ارسال میزنه این گزینه ما حالا تنظیم بکنیم میزنیم مثلا یه 24 ساعت هر اکانت وقتی که ارسالشو زد تا 24 ساعت دیگه در حالت استراحت باقی میمونه و نمیتونید ازش استفاده بکنید. گزینه بعدی رمز 2 مرحله اکانت که میتونید حالا تنظیم بکنید. مثلا من میزنم واسه هر اکانتم وقتی که من داخل ربات اکانتمو اد میکنم، حالا هر اکانتی این رمز پیش‌فرض مثلا 1382 رو واسه گذرواژه 2 مرحله ایش تنظیم میکنه به صورت خودکار. گزینه بعدی تنظیم 2 مرحله میگه که آقا فعال باشه غیر فعال باشه. مثلا من فعالش میکنم به صورت مثال، ولی نمیخوام فعال باشه. شما میتونید اینو فعالش بکنید. گزینه خروج از بقیه سشن ها رو حتما فعال بکنید. این گزینه حالا چی هستش؟ موقعی که اکانت مجازی که داخل ربات اد میکنید چندین نشست یا چندین، حالا مثال بزنم به صورت واضح بخوام بهتون بگم، مثلا چندین گوشی یا موبایل داخل اون اکانت لاگین هستن، اینو فعال بکنید همه اونا رو خارج میکنه و فقط نشست ربات میمونه. خیلی خوبه استفاده بکنید واسه جلوگیری از دیلیتی اکانتتون، خیلی خوبه. گزینه بعدی تنظیم نام، بیوگرافی و پروفایل به صورت رندومه که ما فعالش کردیم. خود ربات به صورت رندوم و خودکار نام، بیوگرافی و پروفایل واسه اکانتتون فعال میکنه. گزینه بعدی هم تنظیم یوزرنیم
باز اینم فعال بکنید به صورت خودکار یوزرنیم واسه همه اکانتاتون میذاره به صورت رندوم و میتونید حالا استفاده داشته باشید. خب این بخش تنظیمات ربات بود. یه بخش دیگه مونده واسه تنظیمات. قبل اینکه اکانت رو اد بکنید یه دونه دکمه داریم به اسم افزودن API ID و API. حالا API ID API چیه؟ ببینید یه مجوز، یه حالت مجوز ساده بخوام بهتون بگم که قابل فهم باشه، API ID و API یه حالت مجوز واسه ورود به اپلیکیشن تلگرامه که تحت وب بخواید لاگین بکنید این API ID و API رو ازتون میخواد. حالا اینا رو از کجا بیارید؟ ما داخل کانال آموزشات گذاشتیم که آقا این ربات ها هستن، سایت خود تلگرام هست و میتونید استفاده بکنید. ببینید API ID API هم به این صورته، مثلا یه دونه عدد رندوم بالاست و پایینش هم این بالای میشه API ID که همینطور که میبینید همش از حالا عدد صورت گرفته شده و پایینش هم مثلا میشه API که من الان به صورت چیز تستاستون بزنم، به صورت مثلا یه همچین چیزی هستش API. حالا بهتون نشون میدم به چه صورته. یه همچین شکلی بعد شما ارسال میدین واسه ربات. اینو حتما باید از ربات تلگرام واسه اکانتتون بگیرید که تو کانال آموزشات گفتیم از کجا دریافتش بکنید. ببینید API ID و API به این صورت میشه. حالا من مدیریت API ها که بزنم ببینید این API ID اینم API شه. یه همچین ساختاری دارن. خب اگه API ID و API تون هم اضافه کردین از بخش افزودن اکانت میاید و الان میگه که API ID API اضافه کن، چون من اکانتام بالاست و گذاشتم روی 3 به همون 1000 خودم میذارمش. افزودن اکانت که بزنم شما به 3 روش میتونید اکانت توی ربات اد بکنید. یکیش شماره مجازی هستش که شماره تلفن اد میکنید، مثلا مثال میزنم 900 اول 98 میزنید و ادامه مثلا شمارتون و میفرستید واسه ربات کد میفرسته به اکانت و اکانت رو اد میکنید. گزینه بعدی سشنه که به صورت سشن تلتون میتونید از جاهای مختلف تهیه بکنید. سشن تلتون رو بزنید روی اینجا و فایل سشن تلتون رو بفرستید و اکانت اد بشه داخل ربات. گزینه بعدی هم به صورت فایل زیپ هستش که توی اون فایل زیپ اکانت های تعداد زیادی سشن میتونید بذارید و این دکمه بزنید و حالا سشن ها رو اد بکنید داخل ربات. خب این تا اینجا آقا ما بالفرض که API ID و API شمون اد کردیم، اکانتمون هم اد کردیم، حالا میخوایم بریم و بخش ثبت سفارش. قبل اینکه حالا ثبت سفارش هم من انجام بدم یه دکمه ما اینجا داریم به اسم آموزش کار با ربات که روی این کلیک بکنید ویدیو آموزش کار با ربات هستش که همین ویدیویی که حالا داریم ضبط میکنیم هستش، رفع اطلاع و محدودیت ها هستش و حتما داخل این کانال عضو بشید. کانال آموزشات هستش و محدودیت ها و این کانال هم هست دیگه. توی این چند تا کانال حتما عضو بشین و ویدیوها رو هم ببینید، ویدیو آموزش کار با ربات. خب تا اینجای کار ما میخوایم الان اکانت اد کردیم، API ID API اد کردیم، تنظیمات ربات انجام دادیم، بریم واسه خودمون ارسال به پیوی انجام بدیم. ببینید دوستان گلم، قبل اینکه حالا ارسال به پیوی انجام بدید و سفارش ثبت بکنید، قبل از همه چیز اول میایید پایین از این گزینه استخراج اعضا کلیک میکنید روش و ممبر یا اعضای گپ مورد نظرتون رو آنالیز و استخراج میکنید. ببینید ما اینجا دو نوع آنالیز میتونیم انجام بدیم. یکی کاربرانه که میره داخل خود گروه و یوزر نیم های گروه رو در میاره، در صورتی که مشاهده اعضای اون حالا گپ یا گروه یا هر چیز دیگه باز باشه، یعنی شما بتونید ببینید اعضای گروه ها داخل بیوگرافی حالا اون گپ، میتونید از این گزینه استفاده بکنید. اما اگر قابل مشاهده نبود باید از قسمت پیام ها استفاده بکنید که ربات چیکار میکنه؟ میاد یکی از اکانت هایی که اد کردین شما رو استفاده میکنید داخل اون کانال یا ببخشید داخل اون گروه یا همون گپی که حالا بهش دادین و کسایی که چت کردن، پیام دادن داخل اون گروه ها واسهتون آنالیز میکنه، یوزر نیماشو استخراج میکنه واسهتون. خب ما به صورت تست میزنیم روی پیام ها و یه لینک گروه میخواد ازمون. حالا من یه گروهی به صورت تستی پیدا بکنم واسه شما که آنالیزش بکنیم.
یه دونه گروه باشه به صورت تست. حالا به صورت تست نمیخوایم حالا چیزی بکنیم. ببینید حالا این گپ مناسبه واسه آنالیز که من هر دو صورت چیزم واسون تست بکنم. ببینید الان اول میم این حالا گروهی که انتخاب کردیم مشاهده ازش باز بود. استخراج اعضا که بزنم روی کاربران و لینک رو بدم، میبینید که میگه که من از اکانت رندوم استفاده میکنم. حالا به صورت تست هست، ما نمیخوایم ارسال یا چیزی انجام بدیم، فقط میخوام روند کار با ربات رو بهتون نشون بدم. مثلا اینجا حدود مثلا 199 تا یوزر از 452 تا استخراج کرده. فعلا توقف رو میزنم در حال اتمام و حالا اون تعداد یوزر که در آورده رو واسه ما میفرسته. یه چند ثانیه زمان میبره که کامل تبدیل به فایل بکنه، آنالیز بکنه یوزرها رو و دسته بندی بکنه و واسه شما ارسال بکنه. پیشرفته ترین آنالیز کل تلگرام هستش که تک به تک جزئیات مثلا یوزرنیم ها در میاد. مثلا اینجا ببینید یکی آقا آیدی عددی، حالا گپ اینه، لینکش اینه، کل کاربران 452 تاست، کاربران آنلاین 85 تا، رباتاش 2 تا و چیزایی که شناسایی شده کل کاربران 413 تا، واقعیاش اینه، فیکش اینه، شماره دارش اینه و کاربران آنلاینش مثلا اینجا چی ما زدیم توقف نتونست درست آنالیز بکنه، ولی کاربران واقعی و آنلاین یکی هستن. حالا مثلا میذارم روی من کاربران واقعی، مثلا کل یوزرنام به صورت فایل TXT به من میده. حالا من میخوام برم بخش استخراج اعضا و پیام‌ها رو تست بکنم. اینجا من حالا باز لینک گپ مورد نظر میدم و اکانت رندوم استفاده میکنم که بشینه استخراج بکنه. خب میبینید که داره استخراج میکنه واسه ما. فعلا پیامایی که آنالیز کرده 819 تاست، کاربران 91، کل کاربران داره یوزرنیم 86. خب من اینقدر کفایت میکنم. میبینید که سرعت ربات خیلی بالا هستش، یعنی در ثانیه چندین یوزر آنالیز میکنه. خب ببینید دوستان، وقتی که آنالیز تموم شد این دفعه به همچین بنری بهتون میده. توجه داشته باشید واسه ارسال به پی و ثبت سفارش شما باید از این بخش و این فایل رو بگیرید. این فایل رو نگیرید، این آیدی عددی هستش و نمیتونید باش ارسال انجام بدید. پس دقت داشته باشید، این گزینه میزنید و فایل کاربران با یوزرنیم رو واسه تون ارسال میکنه. خب تا اینجای کار ما کلیه مراحل انجام دادیم واسه یه دونه ثبت سفارش. میریم واسه بخش اصلی و ارسال به پی وی. پس میریم واسه ثبت سفارش. خب گوش بدید، قشنگ اینجا توجه داشته باشید. اینجا به ما میگه آقا دسته مورد نظرت انتخاب بکن. خب من این گزینه‌ام حالا فراموش کردم بگم، یه بخشی هم داریم اینجا به اسم دسته‌بندی و ایجاد دسته‌بندی. اینجا حالا ایجاد دسته‌بندی به چه دردیمون میخوره، به چه کاری میاد؟ مثال میزنم آقا من 50 تا اکانت ایران دارم، میخوام این 50 تا رو یک جا توی یک سفارش استفاده نکنم، بیام داخل مثلا 5 تا سفارش از اینا استفاده بکنم. میام اینجا مثلا من ایجاد دسته‌بندی میزنم، 5 تا دسته انتخاب، مثلا اینجا می‌نویسم دسته، مثال میزنم دسته 1 و میفرستمش. خب دسته 1 ایجاد شد. حالا دسته‌بندی‌های منم اینجاست. خب آقا من دسته ایجاد کردم، چطور اکانت توی دسته بندازم؟ میام داخل بخش مدیریت اکانت ها، اینجا گوش بدید. توی بخش مثلا حالا همه یا فعال، مثلا من فعال رو میزنم و اینجا زیر هر اکانت مجازی من نوشته مثلا آقا دسته‌بندی من مثلا دیفالته. روی این کلیک که بکنم میگه آقا دسته‌بندی تو بیا مثلا میخوای تغییر بدی، انتخاب بکن کدوم دسته میخوای این اکانت بره. مثلا میذارم آقا دسته 1. حالا فعلا نمیخوام بزنم، ولی به این صورت مثلا میتونید آقا اکانتاتون رو جدا بکنید، دسته‌بندی بکنید. خب میریم ثبت سفارشمون رو انجام میدیم و روی گزینه مثلا دیفالت کلیک میکنیم، کل اکانتام توی دیفالت. گزینه بعدی رو میزنیم، میگه آقا میخوای کاربران تکراری حذف بشن؟ میگم آقا نه نمیخوام، چه کاربر تکراری ندارم، ولی شما میتونید از این استفاده بکنید، میتونید هم نکنید، به دل بخواه. خب اینجا 2 تا گزینه میاره. من چون که یوزرنیم آنالیز کردم و در آوردم اینجا، باید از لیست گزینه لیست اعضا استفاده بکنم. خب میگه آقا فایلی که میخوای بهشون ارسال بکنی یوزرنیم واسه من بفرست. خب من میام بالاتر، این یوزرنیم هایی که آنالیز کردم رو سلکت میکنم و واسه ربات سندرم ارسال میکنم.
خب میگه آقا پیامی که میخواید واسه این کاربران ارسال بشه چیه؟ چه پیام میخواید واسه اینا ارسال بشه؟ خب من مینویسم، مثال میزنم، تست سندر ارسال تبلیغات به پیوی آیدی خودم هم مینویسم، مثلا ترکیب، و میگه که آقا میبینید در جا پیام به کانال کش ارسال میشه و میگه آقا میتونید پیام بعدی هم تا 3 تا پیام میتونید شما واسه پیوی فرد بفرستید. من میگم که آقا همین یه دونه بس پایان. خب به همین سادگی سفارش ما ثبت شد و روی حالا خود کد ثبت سفارش کلیک میکنیم و میتونیم وضعیت سفارشمون رو به همین سادگی مشاهده بکنیم. اینجا به روز ثانی که بزنیم آخرین آمار انجام شده سفارش نشون میده که مثلا حالا میزنه یه دونه اکانت و 3 تا پی وی ارسال شده. باز به روز ثانی که بزنم مثلا 22 تا ارسال شده و الی آخر. خب من نمیخوام مزاحمت واسه کسی ایجاد بکنم و میبینید همینطور که حالا ارسال زدیم، چون که من داخل اون کانال داخل اون گروه عضو بودم، واسه پی وی منم در ثانیه تبلیغ رو ارسال کرد. تست سندر ارسال تبلیغات به پی وی با همین اکانت مجازی خودم. خب من سفارش لغو بکنم که واسه دوستان مزاحمت ایجاد نشه. واسه لغوش هم رو همین کلیک میکنید و توقف میکنید همونطور که حالا دیدید. و به روزستانیم که بزنم آخرین سفارشم دیگه 26 تا بود و 26 تا پی وی ارسال کرد با یه دونه اکانت واسه من توقفش کردم، بیشترم ارسال میکرد. به همین سادگی ما یه دونه ارسال به پی وی انجام دادیم و سفارش ثبت کردیم. خب اینجا میتونم خروجی کاربران باقی مانده رو ببینم، خروجی کاربران منتقل نشده رو ببینم و به همین سادگی یه ثبت سفارش انجام دادیم. خب یه بخش دیگه مونده توضیح بدیم و ویدیو رو تموم بکنیم. ببینید یه بخش مدیریت اکانت بود که چند ثانیه پیش با هم دیگه واردش شدیم. اینجا یه سری چیزا هستش که باید حالا متوجه بشید. اینجا لیست کل اکانت هاتون نشون میده، همه اکانت ها، محدود شده ها، اونایی که در حالت ریپورتی و استراحت هستن، لاگ اوت شده ها، اونایی که دیلیت اکانت شدن و نیستن دیگه، و اکانت های فعالی که میتونید باشون الان سفارش انجام بدید توی این بخش هستن. و دستور عمومی مثلا حذف لاگ اوت شده ها، مثلا این اکانتی که دیلیت شدن رو از این لیست واسه من پاک میکنه. خب یه گزینه دیگه هم مونده که حالا توضیح بدم خدمتتون. تو این بخش که بیاید، مثلا من میخوام وارد این یه دونه اکانت خودم بشم، ولی صرفا اگر لاگین نکنید خیلی بهتره، احتمال دیلیتیتون خیلی بالاست. اصلا توی اکانت مجازی به جز نشست ربات نشست دیگه ای ندارید. خب من میخوام داخل این اکانت لاگین بکنم. این شماره من ورمیدم داخل گوشی سیستم خودم میزنم. حالا آقا کدش کجا میاد؟ کدش رو میخوام دریافت کنم، میزنم روی این وضعیت. وقتی که درخواست کد فرستم میزنم روی وضعیت و کلیک میکنم روش. زیر هر اکانت متفاوته، کلیک میکنم روش و اینجا آخرین کد لاگینی که واسه اکانت اومده رو به من نمایش میده. اکانت مثلا رمز عبور یا گذراش 2 مرحله‌ای نداره و مشخصات سشن فعلی نشون میده و اسم و یوزرنیم و بیوگرافی و تصویر دارد یا ندارد و همینا. به همین سادگی تنظیمات کل ربات شما یاد گرفتی، آموزش ثبت سفارش، افزودن اکانت و کلیه کارا رو شما تونستی انجام بدی. اگر چیزی مشکلی، سوالی، ابهامی چیزی بود و یا واسه خرید خود سورس ربات و یا نصبش روی سرور به صورت اشتراک ماهیانه، به آیدی من یعنی ترکیب توی تلگرام مراجعه کنید. در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امیدوارم موفق باشید.